يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزه سوره عصر. يا حامل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، همزه وصل، والعصر در اینجا حرف را غوص خوانده می شود به سببی که در وقت ایستادن حرکت کسره به سکون مبدل می گردد. ان الانسان لفی خسر. این همزه وصل کلمه ها را پیوست کرد. ان الانسان، انسان اخفا، نون را داشته می خونیم. انسان مد طبیعی دو حرکت می کشیم. لفی مد طبیعی دو حرکت می کشیم. خسر در اینجا هم حرف را غوص خوانده می شود به سببی که ما می ایستیم تنوین این به ساکن مبدل می گردد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين همزه وصل کلمه ها را پیوست کرد. الذين دو حرکت می کشیم مد طبیعی. آمنو دو حرکت می کشیم. آمنو در اینجا نیز دو حرکت می کشیم. وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات همزه وصل کلمه ها را پیوست کرد. صا مد طبیعی دو حرکت می کشیم. حرف صا حرف استعلا است، غوص خوانده می شود. صالحات ح مد طبیعی دو حرکت می کشیم. و تواصوا، و توا مد طبیعی دو حرکت می کشیم. صو بالحق همزه وصل کلمه ها را پیوست کرد. حقی حرف قاف با تشدید دو تا کرده می خونیم. با کسره قی می خونیم، یعنی که قی نه قی. بالحق و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. و توا مد طبیعی دو حرکت می کشیم. صو حرف صاد حرف استعلا غوص خوانده می شود. صو بالصبر در اینجا نیز همزه وصل کلمه ها را پیوست کرد. حرف صا استعلا است، غوص خوانده می شود. صبر حرف با سکون قلقله و در آخر حرف را در وقت ایستادن حرکت کسره اش به ساکن مبدل می گردد که در اینجا نیز غوص خوانده می شود. با همین درس امروزه را به آخر می رسانیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.